سلام بینندگان محترم، برنامه اطلاعاتی نبض دانشگاه است که شما را با رویداد و نوگانی‌های دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان که ماه سپتامبر به وقوع پیوستند آشنا می‌سازد. نخست شما را با سرخط خبر و گزارش‌ها آشنا می‌سازیم. آغاز سال نو تحصیل و درس صلح، افتتاح مجمع ورزشی در دانشگاه، تجلیل استقلالیت دولتی، ملاقات با دانشجویان سال اول، دستاوردهای نظررس دانشجویان در ماه سپتامبر. این و دیگر خبر و گزارش‌ها در برنامه نبض دانشگاه. سنه 1 سپتامبر سال روان از صبح بر وقت هیئت پروفسوران و استادان، کارمندان و دانشجویان دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان با آمادگی سطح بلند روز دانش را استقبال کردند. در چاره‌بینی نمایندگان مقامات اجرایی ولایت سوغد، کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی ولایت شهر خوجند شرکت کرده استادان و دانشجویان را با روز دانش و درس صلح شاد باش گفتند. گزارش اولین برنامه از رفت چاره‌بینی مذکور معلومات می‌دهد. رهبر دانشگاه مهمانان را خیر مقدم گفته ذکر داشت. باعث فرح و شادمانی است که ما تنتنه‌های روز دانش درس صلح را در آستانه 28مین سالگرد نوبتی استقلالیت دولتی وطن عزیزمان تاجیکستان تجلیل می‌نماییم. این سنه مهم از شماره نکوترین جشنواره‌های ملت و دولت ما بوده در فضای روح‌بلندی بپایان و راهنمایی و هدایت‌های سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آغاز می‌یابد. در ادامه مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس ولایت سوغد تاجیبای سلطانی نامه شادباشی رئیس ولایت را به مناسبت روز دانش درس صلح ارائه نمود. همچنین رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوغد مطلوب امانزاده، معاون رئیس شهر خوجند فیروزه نورالله‌زاده، رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر خوجند نعیم ملک اسلامی، استادان و کارمندان و دانشجویان دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست را با آغاز سال نو تحصیل تبریک نمودند. سپس تمام کارمندان و استادان دانشجویان دانشگاه درس صلح را در تالار و مجلسگاه و سینخانه‌های بر هوای دانشگاه که با سخنرانی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آغاز گردید تماشا نمودند. ما بسیار خرسند هستیم که سال نو تعلیم یعنی که با درس صلح که از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان گذشت آغاز گردید و ما کوشش می نماییم که در سال نو تعلیمی آن تاکیدهایی که از جانب پیشوای ملت گردید آن را سرمشق فعالیتی خود قرار دهیم و دانشجویان را در روحیه و تندرستی و خویشتن‌شناسی تربیت نماییم. پس از تماشای دست جمعانه جامعه مهنتی و کل استادان و دانشجویان دانشگاه اظهار نمودند که تمام کوشش و غیرت خویش را جهت اجرای دستور و سپارش‌های سرور دولت که در سخنرانی بخشیده به روز دانش و درس صلح بیان گردیده است روان نمایند. امروز برای ما و همسبقانمان باعث افتخار است که نخستین درس ما در دانشگاه از درس صلح پیشوای ملت آغاز گردید و این مسئولیت من و همسبقانمان را در دانش آموزی دوچند می‌گرداند و این برای ما باعث افتخار است. امروزها در تمام قلمرو کشور به استقبال سزاوار جشن گرفتن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای سازندگی و آبادانی با مرام جریان داشته. انشاءات‌های مهم ساخته مورد بهره برداری قرار داده می شوند. در دایره این عملهای شایسته در دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان با اشتراک یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آید به مسئله های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه عبدالجبار رحمانزاده، رئیس ولایت سوغد رجب‌بای احمدزاده و وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان نورالدین سعید تالار ورزشی افتتاح گردید. گزارش نوبتی برنامه از افتتاح مجمع ورزشی معلوماتی بیشتر می‌دهد.
تالار ورزشی در پرتو دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به خاطر ترغیب طرز حیات سالم و جلب جوانان به ورزش بنیاد گردید که در فضای آرام و آسوده با شکرگزاری از استقلالیت صلح و وحدت مورد استفاده قرار داده شد. ساختمان تالار ورزشی در مساحت 1220 متر مربع با طرح زیبا و زمانوی عبارت از 2 آشانه با تمام شرایط مشق و تمرین ساخته شده است. در تالار برای آب و تاب بدن، بازی‌های والیبال، فوتبال، بسکتبال، گندبال شرایط مهیا شده است. همچنین در آشیانه دوم تنیس روی میزی گذاشته شده تالار خرد فیتنس که با لوازمات ورزشی مجهز گردانیده شده است موجود می باشد. تالار از اتاق کاری آموزگاران، بنگاه طبی، حجره‌های لباس عوض کنی و نقطه سانیتری عبارت است. با برابر به استفاده دادن تالار ورزشی با 400 جای نشست برای باز هم بهتر مشق و تمرین نمودن دانشجویان به خصوص در فصل سرما شرایط فراهم گردید. این همه غمخوری‌ها نسبت هم آموزگاران و هم دانشجویان پیش از من از طرف اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و غمخوری‌های همه جانبه رکتور دانشگاه ما محترم شریفزاده مومن مشاکر مساعدت می‌کند و ما آموزگاران وعده می‌دهیم که دانشجویان را برای و تندرستی دعوت نموده برای شان و شرف وطن عزیز خویش و دانشگاه خود همیشه خدمت کنیم. مهمانان عالی قدر از تالار ورزشی دیدن به عمل آورده بنیاد و به استفاده دادن تالار ورزشی زمانوی نمونه زحمت و مهنت قرینی و تحفه ارزنده جامعه مهنتی و کل کارمندان و دانشجویان دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان بخشیده به 28مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و در دایره سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی ارزیابی نمودند. کتاب سرچشمه دانش بوده، همچون شناسنامه شایسته هر خلق و ملت برای پاک و بیگزن نگاه داشتن زبان مادری و رشد آن، تحکیم و تقویت یافتن هویت ملی و خودآگاهی و خودشناسی هر یک فرد نقشی بزرگ دارد. در سراسر تاجیکستان سنه 4 سپتامبر روز کتاب با شکوه و شهامت خاصه تجلیل می گردد. هنوز 12 سال قبل پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن گذاشتن سنگ اساس و بنیاد کتابخانه ملی تاجیکستان این جشن را اعلان نموده ابراز داشتند که با در نظر داشت اهمیت بزرگ کتاب و کتابداری و دانش و معرفت پیشنهاد می نمایم که در قطار عیدهای دیگر روز آغاز ساختمان کتابخانه ملی همچون روز کتاب مقرر کرده شود. به این مناسبت در کتابخانه علمی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان چاره‌بینی دایر گردید. در چاره‌بینی دانشجوی بخش 4 فاکولته حقوقشناسی آراستما قادرزاده در موضوع روشنی خاندان ما کتاب معروضه کرد. او افزود که انسانیت در همه دور زمان کتاب را جزء از ترغیبات مهم عمر عزیز خود قرار داده آن را مقدس می‌حسابند. در وصف بزرگی و اهمیت کتاب برای انسان و جمعیت از بزرگان ادبیات فارسی سر کرده تا کلاسیکان بزرگ ادبیات اروپا و روس از قبیل فردوسی، جلال الدین بلخی، جامی، عینی، پوشکین، داستایوفسکی، گیوته، شکسپیر، بایرون، بلزاک و دیگران سخنهای بس و حکمت‌آمیز از خود به یادگار گذاشتند ذکر گردید در چاره‌بینی. کتاب این سرچشمه دریای عقل و کلید گنج سخن است. کتاب این مسکن علم و دانش است. بیهوده فریدریخ انگلس نگفته است کتاب ها این کشتی های تفکرند. آره، محض با خواندن کتاب تفکر ما بوی می گردد و ما علم و دانش خود را وسیع کرده می توانیم. واقعا نیست جز کتاب انیس، گفتند الکتاب و خیر و جلیس. عموما هر یکی ما جوانان را لازم آید که خوانیم، علم آموزیم، دانش گیریم و بکوشیم که در آینده متخصصان خوبی وطن تربیت یافته نامبردار و پرچمبردار دولت عزیز خویش باشیم و به جهانیان معرفی نماییم که ما جوانان وارثان اسماعیل سامانی، ابو عبدالله رودکی، ابو علی ابن سینا، ساتیم الاغزاده، صدرالدین عینی و دیگران می باشیم. قرائت شعر و گفتارها در وصف کتاب و دانش و وطن و استقلالیت به چاره‌بینی حسن انجام بخشید.
ادامه برنامه نبض دانشگاه. جامعه مهنتی و کلی استادان و دانشجویان دانشگاه زیر تأثیرات از دستور و هدایت‌های سازنده اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که به افتخار روز دانش و درس صلح در دانشکده اداره کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ارائه گردید، با شکرگزاری از صلح و وحدت، افتخار از دستاوردهای بی‌نظیر، رشد به میلان ساحه‌های مختلف خواجگی مملکت و کارهای سازندگی و بنیادکاری 28مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را تجلیل نمودند. در چاره‌بینی مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیسی ولایت سوق، نمایندگان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ولایت سوق اشتراک داشتند. رکتور دانشگاه پروفسور مومین شریفزاده مهمانان را خیر مقدم گفته از هدف برگزاری چاره‌بینی و دستاوردهای نظررس بارگاه معرفتمان حرف زده موفقیت‌های دانشگاه را که از فیض استقلالیت دولتی به دست آمد دستاورد بی‌نظیر ساحه علم و معارف کشور به افتخار تجلیل سزاوار 28 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ارزیابی نمود. سپس تاجبای سلطانزاده نامه شادباشی رئیس ولایت سوق را به سهم اشتراکچیان رسانید. در قسم کنفرانس علمی استقلالیت نشان پایداری دولت از جانب استادان، عنوانجویان و دکترانتان راجع به رشد باثبات و اقتصادی، فعالیت اقتصادی خارجی و قانونگذاری ملی در دوام صاحب استقلالی کشور معروضه‌های پرمحتوا شنیده شدند. در قسمت دوم چاره‌بینی به افتخار تجلیل جشن 28 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای خدمت‌های بسیار ساله بین‌نقصان در ساحه معارف доцент кафедри маркетинг агробизнес Азимов Абдурахим Ҷалолович با نشان اعلاچی معارف و علم جمهوری تاجیکستان 4 نفر استادان با افتخارنامه وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده شدند. همچنین برای سهم ارزنده در بلندبرداشتن آبروی نفوذ دانشگاه 34 نفر استادان و کارمندان برای اشتراک فعالانه در کارهای علمی و جمعیتی و سهامگذاری در تشکیل با مرام روند تعلیم و تربیت آماده‌نمایی کادرهای بلند اختصاص و وطندوست و میهن‌پرست 2 فاکولته دانشگاه برای سهامگذاری در بنیادکاری و سازندگی و آبادانی و سبزگردانی دانشگاه 3 نفر کارمندان خواجگی با افتخار جشن 28 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با افتخارنامه ریاست دانشگاه سرفراز گردانیده شدند. با دانشجویانی که در دوره جمهوری آزمون علمی تحقیقاتی دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی دانشجو و پیشرفت علمی و تکنیکی در سال 2019 سزاوار دیپلم‌های درجه‌های گوناگون وزارت معارف و علم کشور گردیدند و غالبان آزمون‌های جمهوری فروغ سپردانایی و تاجیکستان وطن عزیز من مکافات بولی و به دانشجویانی که توسط مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با گرفتن خالهای بلند به دانشگاه داخل شدند تحفه‌های خاطروی ریاست دانشگاه سپرده شد. باعث قید است که در سالهای استقلالیت در کشور عزیزمان بسیار موفقیت‌های نظررس نایل گشته است که این را از اهل جامعه جهانی نیز اعتراف می‌نماید. علل خصوص در ساحه اقتصادی من گفتنه هستم که عملی نمودن 4 هدف استراتژی از آن جمله برآمدن از بنبست کمیونیکاسیونی، تامین امنیت آذوقه‌واری، تامین استقلالیت انرژتیکی و امسال آغاز نمودن هدف 4 عملی نمودن هدف 4 صنعت‌کنانی کشور زمان به شک و شبهه برای باز هم بلند نمودن سطح نیک احوالی مردم کشور عزیزمان مساعدت می‌نماید. در فرجام برنامه فرهنگی پیشکش نموده دسته‌های هنری دانشگاه به کل اشتراکچیان غذای معنوی بخشید. همچنین به افتخار 28 سالگی استقلالیت دولتی و مورد بهره برداری قرار دادن اگریگات دوم نیروگاه برقی آبی راغون بیش از 4000 نفر کارمندان و استادان و دانشجویان دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان در دست پرچم‌های ملی و شعار و آویزه‌های گوناگون از مجمع دولتی استقلال طریق خیابان اسماعیل سامانی تا صحن تئاتر کمال خوجندی راهپیمایی نمودند. بزرگی استقلال در آن دیده می شود که جمهوری تاجیکستان باز یک قله فتح را از سر می گذراند. این هم باشد به کار انداخته شدن اگریگات دوم نیروگاه برقی آبی راغون می باشد و باید گفت که نیروگاه برقی آبی راغون این یک صحیفه نوی زرین تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال به شمار می رود، زیرا در نتیجه عملی کرده شدن اگریگات های این نیروگاه این شاهکاری عصر رشد
اقتصادیات و اجتماعیات کشور به صحیفه های نو میرسد و باوری کامل است که آن دستور سپارش هایی که امروز ها اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم کشور درباره صفتا نو کردن سطح و صفت زندگی مردم، پست کردن سطح کمبیزاعتی، بلند نمودن سطح صفت زندگی مردم یک در حقیقت تکان جدی میبخشد. هدف از برگزاری چهاربینی‌ها بار دیگر ارزش‌گذاری به شکوه و شهامت نعمت بی‌بهای تاریخی، استقلالیت دولتی و با تطبیق غایه‌های سازندگی نقش مؤثر گذاشتن در مستحکم نمایی پایه‌های دولتداری ملی ما و کمالات معنوی نسل‌های امروز و آینده سازی جامعه به حساب می‌رود. پیش از آغاز سال نو تحصیلی 2019-2020 رهبریت دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان با دانشجویان سال اول ملاقات انجام داد. در واخوری دانشجویان سال نخست با شرایط و امکانات و قاعده‌های ترتیبات داخلی دانشگاه شناس گردیدند. گزارش نوبتی برنامه از رفت ملاقات مذکور. در تالار بینای اساسی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان ملاقات رکتور دانشگاه پروفسور مومن شریفزاده با دانشجویان سال اول دایر گردید. سرور دانشگاه نخست دانشجویان را که طریق مرکز ملی تحصیل نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سزاوار عنوان دانشجویی گردیدند تبریک نموده برای تحصیل کامیابی‌ها تمنا کرد. قید گردید که طی سالهای آخر با تشبث و دستگیری‌های پیوسته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دانشگاه ما آباد و زیبا گردیده تمام شرایط و امکانات برای تعلیم و تربیت فراهم آورده شده است. به شرافت استقلالیت دولتی و در دایره سفر کاری سرور دولت به ولایت سوق در دانشگاه یک تالار ورزشی بر هوا مورد بهره برداری قرار گرفت که شما من بعد می توانید از آن به طور وسیع استفاده نمایید، ذکر نمود رهبر دانشگاه. همچنین در ادامه ملاقات دانشجویان با شرایط و امکانات تحصیل در دانشگاه دستورالعمل تفسیری و ترتیبات داخلی دانشگاهی شناس گردیدند. یادآور می‌شویم که در سال نو تحصیل از روی اختصاص‌های موجوده به 6 فاکولته دانشگاه بیش از 1400 نفر دانشجویان به تحصیل فرا گرفته شدند. در بینای تعلیمی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان مراسم دیپلم سپاری ختم کنندگان دایر گردید. در چهاربینی مذکور نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت، رهبریت دانشگاه، استادان و آموزگاران، ختم کنندگان و دانشجویان و والدان و مهمانان شرکت ورزیدند. در ابتدای چهاربینی سرور دانشگاه خطکنندگان را با این روز فرحبخش و خاطرمان تبریک نموده با آنها برای اجرای رسالت بلند کسبی کامیابی‌های بزرگ آرزو نمود. سپس مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس ولایت برآمد نموده ذکر کرد که در شرایط کنونی برای تعلیم و تربیت جوانان و دانشجویان تمام شرایط‌ها موجود است و مثال روشن را هر یکی ما در دانشگاه شما یعنی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان می‌بینیم. دانشجویان دانشگاه با مسئولیت بلند و سربلندانه امتحان‌های ختم را سپاریدند که در این جهت نقش استادان و آموزگاران دانشگاه به غایت بزرگ است. تاکید کردن به مورد است که سال جاری دانشگاه را زیاده از 1584 نفر دانشجویان و ماگسترانتان ختم نمودند که بیش از 60 نفرشان سزاوار دیپلم اعلی گردیدند. ما خود را خوشبخت‌ترین جوانان دوران استقلالیت می‌سپاریم. با دستگیری‌های پیوسته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و در پیروی سیاست خردمندانه رئیس ولایت سوق محترم رجب‌های احمدزاده ما به چنین قله‌های مراد رسیده ایستاده‌ایم و ما همه ختم کنندگان صادقانه به وطن خود خدمت نموده دولتمان را در عرصه جهانی معرفی می‌نماییم. سپس در فرجام خطکنندگان فعال با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و استادان و آموزگاران عرض سپاس اظهار نموده ابراز داشتند که امروز دولت و حکومت برای رواج و رونق و با جای کاری تامین گردیدن جوانان تمام امکانیت‌ها را فراهم آورده است. در جواب به همه این امکانیت‌ها ما جوانان و خطکنندگان مهنت و زحمت کشیده در راه گلگل شکوفایی وطن عزیزمان تاجیکستان صاحب استقلال و بلند برداشتن آبرو و اعتبار آن در عرصه جهانی سعی و کوشش نماییم.
خدمت صادقانه و صافدلانه به خلق و وطن هر نفر را در بین جامعه به طور همیشگی آبرومند می‌گرداند. عبدالرحیم عظیموف از زمره همین گونه انسان‌هایی است که در طول عمر با برکتش در رشد ساحه‌های کشاورزی مخصوصاً تاک‌پروری و تربیت شاگردان زیاد نقشی بارز دارد. معرفی شخصیت‌های مشهور در روند تعلیم و تربیت مفید است، زیرا زندگینامه و فعالیت گسترده چنین اشخاص برای نسل‌های امروز و فردا مکتب بزرگی عبرت و تربیت میباشد. در ارتباط با این، در دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان با مناسبت 45 سالگی فعالیت علمی و تعلیمی و 70 سالگی حیات پرثمر عبدالرحیم عظیموف کنفرانسی علمی و عملی دایر گردید. همایش را رکتور دانشگاه پروفسور مومن شریفزاده افتتاح نموده قید نمود که عبدالرحیم عظیموف از زمره انسان‌های نجیب و سربلند است که جهت راه‌اندازی دستور و هدایت‌های سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ساحه کشاورزی پیوسته کارهای مفید و سودبخش را عملی می‌گرداند. معاون رئیس ولایت سوخت رستم کریمزاده مهرنامه رئیس ولایت سوخت را به سهم اشتراکداران رسانیده افزود که توفیل تحقیقات پرارزش در غنی گردانیدن ذخیره‌های مادی کشور و رشد ساحه تاک‌پروری در مملکت سهم عظیموف عبدالرحیم نظررس میباشد. در ادامه کنفرانس علمی و عملی نامه‌های تبریکاتی و شادباشی و مهرنامه‌های مشاور رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت، رئیس کمیته اتفاق کسبه کارمندان ساحه معارف و علم ولایت و همکسبان و شاگردان و پیوندان صاحب جشن شنیده شد. در این تالار پرحشمت مکان معرفت دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان امروز تنتنه دارد برای آنکه یکی از عالم‌های شناخته ساحه کشاورزی عبدالرحیم عظیموف به سن مبارک 70 برآمدگی میباشند. این قدردانی برای جوانان یک درس عبرت میباشد، زیرا استاد در طول حیات خود و یک چند کامیابی‌های علمی آوردند. در ساحه تاک‌پروری، انگورپروری سهم باسزایی دارند و همین نمودهایی که امروز در تمام مناطق‌های جمهوری تاجیکستان ما پرورش کرده می شود و کامیابی‌ها و تحقیقات‌های علمی استاد وابسته می باشد. جامعه مهنتی دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان افتخارمند و سرفرازند که عبدالرحیم جلیلویچ با تالیف و رساله علمی، تهیه توصیه‌نامه‌ها و مقاله‌های علمی در راه بلند برداشتن حاصلناکی زراعت‌های کشاورزی و با انشای کتاب‌های درسی، راهنمای تعلیمی و مقاله‌های علمی عمومی جریان مقصدناک تعلیم را به راه مانده در بلند برداشتن صفت تحصیلات، گسترش بخشیدن فعالیت تعلیمی و متدی دانشگاه و آماده نمودن متخصصان صاحب اختصاص خدمت‌های شایسته کرده امروز نیز ادامه می‌بخشند. دوام ماه سپتامبر برای دانشجویان دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان باورور بود، زیرا چند از دانشجویان در آزمون و مسابقه های ورزشی جمهوری و بین المللی به گرفتن مقام های افتخاری و مدال و سپاسنامه ها کامیاب گردیدند. در درآمدگاه بنای اساسی دانشگاه دانشجویان با پرچم های ملی همسبقان غالب و قهرمانشان را پیشواز گرفتند. به غالبان مسابقه های آسیایی و منطقوی و بین المللی سید ابراز اکراموف، باقی ولی محمد، صدام کریموف، مونیس تاشف و شادبک شاهی مردانوف گلدسته ها تقدیم کرده شد. در رسم پیشواز غالبان رکتور دانشگاه پروفسور مومن شریفزاده و سردار ریاست جوانان و ورزش ولایت سوخت میرزا قاسم کریمزاده و مربیان ورزشگران شرکت نمودند. سرور دانشگاه ورزشگران را به غالبیتشان تبریک نموده ابراز کرد که این همه مدال و افتخارنامه ها و کامیابی ورزشگران محض ثمره استقلالیت و تنجی و آرامی کشور می باشد. استاد ساپیروف مربی شناخته ضمن صحبت ابراز کرد که غالبیت دانشجویان دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان در مسابقه های بین المللی از غمخوری و توجه رهبریت دانشگاه گواهی می دهد. امروز نظر پیشوای معظم ملت نسبت ورزش همین ساحه یک واسطه اساسی سالمگردانی جمعیت اساساً جوانان است، اهمیت خاصه دارند و یک باعث افتخار است که دانشگاه دولتی حقوق و بیزنس تاجیکستان که در شهر خوجند
جایگیر است. بسیار ورزشکاران خوب در اینجا تحصیل میکنند. من دوام 7 سال باز در همین محله بسته که ما تالار داریم، اساساً از همین دانشگاه 35-40 نفر پهلوانان و مشورزی مشغولند. یادآور میشویم که دانشجوی سال سیوم فاکولته حقوق شناسی دانشگاه سید ابراز اکراموف در چمپیونات آسیا به گرفتن مدال طلا، باقی ولی محمد صدام کریموف در مسابقه بین کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل سزاوار جایهای دوم و سیوم، مونیس توشیف در شهر قزان فدراسیون روسیه مقام دوم و شادیبک شاهمردانوف در مسابقه دو به گرفتن مدال مسابقه کامیاب گردیدند. ما تیم منتخب جمهوری تاجیکستان هیئتی 12 نفر در جمهوری هندوستان شهر دهلی که چمپیونات آسیا به سامبو بین نورسان و کلانسالان برگزار گردید اشتراک نموده صاحب 11 مدال گشتیم. از آن جمله من در آنجا در وزن تا 90 کیلو اشتراک نموده بر 3 حریف خود از بالا گشته سزاوار جای اول گشتم. من میnnedاری خود را به سرور دولت محترم امامی رحمان میرسانم که ما جوانان را به چنین مسابقات سفربر می‌نماییم. ما کوشش می‌نماییم که 8 اکتبر که در جمهوری ازبکستان چمپیونات جهان به سامبو بین نورسان برگزار می‌گردد اشتراک نموده پرچم جمهوری اعظم را بلند برداریم. دانشجوی دانشگاه نازله کریمова باشد در دور ولایتی آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من سزاوار مقام دوم و راهخط دور جمهوریوی گردید. بینندگان محترم، این بودند خبر و گزارش‌ها که دوام ماه سپتامبر در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان به وقوع پیوستند و آن را منظور شما نمودیم. شما می توانید خبر و گزارش‌های ما را از سامانه رسمی دانشگاه که در اکران‌های شما نمودار است مطالعه نمایید. خیر شاد و سلامت باشید.